سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید دیگه چنل من. آقا امروز اومدیم با یه ویدیوی خیلی انفجاری. بچه‌ها امروز تو این ویدیو الان رو چنل مستر وانشاتیم، میخوایم ببینیم قدیمی ترین یعنی اولین ویدیویی که مستر وانشات تو چنلش آپلود کرده رو ببینیم و بررسی کنیم که آخرین ویدیویی که گذاشت چقدر تغییر کرده. میخوایم تغییراتش رو از 3-4 سال پیش که اولین ویدیوش 3 سال پیشه که 39,000 نفر هم حتی دیدن اولین ویدیوشو و آخرین ویدیوشو میخوایم با هم دیگه مقایسه کنیم و ببینیم که چقدر تغییر داشته. بریم اولین ویدیوشو ببینیم با هم. خب بچه‌ها بریم اولین گیم پلی مستر وانشات رو با هم دیگه ببینیم. اولین گیم پلی، اولین ویدیویی که آپلود کرده تو کانال یوتیوبش مستر وانشات و ببینیم که چجوری بازی میکنه. خب دنسپتو گذاشته وسط. حتی اون موقع موبایل بود بچه. چیدمانش رو نگاه کنید، چیدمان موبایل. فقط نمیدونم چون این یخی اینجاست الان، چون اذیت میکنه اگه میخواست بره جهت چپ. ولی خب بچه ها یادش بخیر. حتی نگاه کنید رو مپ ببین چه چیزی گذاشته بود، یه چیز مکعب سفید درست کرده و روش نوشته بود مستر وانشات. اون موقع ولی خب بگم سطح ادیت هم تا همینقدر بود، حتی سطح پلی دادن هم یه سطح دیگه بود، یه سطح دیگه بود. نگاه کنید یادش بخیر. بچه الان کیفیتی که دارید میبینید 1080. فکر نکنید من کیفیتم پایینه دارم نگاه میکنم یا طرف داره مستر وانشات اون موقع کیفیتش پایین بود. این کیفیت 1080 یعنی گارنا اون موقع اینجوری بود. بچه‌ای که یادشون نیست 3 سال پیش. نگاه کنید داره ادیت ها، این قصد ادیت صحنه های است مثلا. وای پیکو ببین. چرا انیمی ها اینجوری میمردن؟ وای شت. بچه نگاه کنید من پینگشو نمیبینم. 110 بود اون موقع هم فیلتر نبود هنوز بازی سن این اینستاگرام فیلتر نبود. او چی با شاتگان چجوری از اونجا اینجوری زد؟ بچه پیک یادش بخیر. پیک تا همین چند وقت پیش هم اینجوری بود دیگه، تو پارسال اینا اینجوری بود، 1 سال و نیم پیش. نگاه کنید بچه صحنه رو نگاه کنید، صحنه رو دیدین؟ مثل یه بار دیگه بذارم نگاه کنید. وایستا چه قفلی کرد خدایش با تومسون، خیلی قشنگ زد. چجوری انمی تیرش نمیخورد به مستر؟ خب واو سطح گارنا رو ببینید اون موقع چجوری بود، چی شد. اون موقع مستر اسنایپ میزد 3 سال پیش، طرف نمیتونست راه بره مستر اسنایپ میزد. او این چی نیده؟ عجب نیدی بود. 90 تا اسنایپ میخورد؟ نه 150 تا میخورد. بچه این قسم صحنه شده الان مثلا. اوه تایتل هم چی نوشته بود بچه؟ تایتل رو نوشته گیم پلی مستره. خب اینم از این فکر کنم ویدیوش تموم میشه بدون هیچ چیزی، تیزر آخری تموم میشه. خب این اولین گیم پلی مستر بود، یعنی اولین ویدیوی مستر بود. سلام رفقا، چطور اسم من هست مستر. ویدیو چطور بود؟ ویدیو عالی بود. بذارید بریم قسمت. بچه تامنیلاشو میخوام بهتون نشون بدم، قدیمی ترین تامنیلاشو نگاه کنید. اولین گیم پلی مستر بچه، اولین ویدیوی مستر. نگاه چه جوری بود ادیتاش. دومین گیم پلی، دومی شده دومین گیم پلی مستر. فقط اولی بازو نداشت، این یکی بازو داره. بعد سومیش هم سنس مستر لو رفت. بچه نگاه کنید اون موقع ادیت همین جوری بود، یعنی اصلا شاختر از این ادیت نبود. مثلا 3 سال پیش مثلا کاستوم دودزا گوش میدن، الان مثلا همچین تامنیلی بزنی اصلا طرف آن ثابت میکنه. ولی خب اون موقع خفنی های خودشو داشت دیگه. مثلا هنوز اینجا حتی از صورتش، از فیسش رونمایی نکرده بود، یعنی اولای شروع ویدیو گذاشتنش بود.
سوم گیم پلی مستر. بچه تامنیلا رو تایتل رو نگاه کنید. مثلا اولین تایتل رو نگاه کنید. اولی که چی؟ فری فایر چهارمین گیم پلی مستر فوق العاده. کاستوم فان مشت. گیم پلی پنجم مستر. خیلی بالش میرفت ولی خب 99 کیل در رنگ. خب داداشم 99 تا کیل تو رنگ من چرا یادم نمیاد چجوریه؟ مگه اصلا اول 50 تا نبوده نمی بعضی چیزا رو من واقعا یادم نمیاد. بچه‌ها اینو نگاه رفتن است دینو با 20 شه نگاه کنید. تامنیلو اصلا اون موقع یه دوره دیگه ای بود خودش. و حالا بچه‌ها حالا می‌خوایم ببینیم جدیدترین ویدیوی مستر رو با هم ببینیم. ببینید چقدر تغییر کرده. جدیدترین ویدیوش که فکر کنم همین چند ساعت پیش آپلود کرده، 5 ساعت پیش آپلود کرده اگه اشتباه نکنم. جدیدترین ویدیوی مستر بچه‌ها. بریم واقعا میخوام تغییرات از لحاظ فیس، از لحاظ صحبت کردن، از لحاظ کوالیتی. ببین بچه از اول ببینید چجوری شروع میشه ویدیوش. نگاه واسه من بزرگ کنم سفر رو. خوب باشه همه سرسم و خیلی خوش اومدید به دومین قسمت از مینی سریال. ساند افکت رو نگاه کنید. ساند افکت رو میبینید میگه ساند افکتاشو بعد 1000 تا جیم به 0 تا جیم برسونیمش و ببینیم چقدر اکانت فول میشه و در نهایت این حساب به یکی از شما بچهای مسترار میبرسه. این هفته بچه‌ها زیاد گردونه تو قسمت لاکی رویال نیومد و خیلی تغییر کرده است. نگاه کنید اصلا تامنیلو که دیدید، تایتل رو ببینید، خالی کردن کل ایونت های هفته، چالش خرج کردن 100,000 جم روی حساب نوبی قسمت دوم. ببین از لحاظ تامنیل، بک‌گراند، صحبت کردن، کوالیتی ویدیو، از لحاظ هر چی بخواین تغییر کلی آیتم اومد به جاش. یعنی کلی باکسا، کلی ستای خفن، باندلای کامل، بالاتنای خفن که اومد داخل ایسون که همش گوشت. یعنی اصلا خیلی تغییر کرده. خیلی خوبه که الان میریم با هم اونا رو میگیم. فقط بچه‌ها خیلی اتفاقات عجیبی افتاد برای بچه‌ها دید ایسو حساب. حالا چیاه؟ بریم یه لحظه با هم ببینیم که کمتر از 30 ثانیه بریم ببینیم هفته پیش چه چیزی به این اکانت گذشت. بسمین آخر کشید. اوکی گفتم چون کارت اصلا بچه‌ها ادیت خدایی بگم ادیتش خیلی خفنه مستر. حتی تامنیلای جدیدش رو نگاه کنید چه تامنیلای خفنی داره میزنه. یعنی اصلا دلش میخواد بشینه تک تک دوباره ویدیوهاشو ببینه اگه حتی ندیده باشه. خیلی خفنه الان تامنیلاش. و حتی بچه‌ها مستر الان هولوش میکنم 2 ماه ریش میذاره میاد تو گیم. میاد تو گیم چیه؟ میاد تو یوتیوب ویدیو میذاره. فکر کنم از 2 ماه قبل بدون ریش میذاش ویدیوهاشو. بذار ببینیم. 2 ماه که نه، 2 ماه پیش هم حتی با ریش بود. آره مستر از 3 ماه پیش کم کم شروع کرده بود به ریش گذاشتن دیگه. آره از 3 ماه پیش 3 ماه 4 ماه چقدر زود گذشت بچه‌ها. حس میکنم همین چند وقت پیشا بود مستر بدون ریش میومد. آره از 3-4 ماه پیش دیگه مثل ویدیوش بدون ریش بود. بعد که با ریش شد خیلی خفن ترم شد بچه خدایی بهش میاد اصلا کامل. و اولین یوتیوبره فری فایری که به 101,000 حالا اون 1,000 هم هیچی به 100,000 مشترک یا همون سابسکرایب رسید با 1300 تا ویدیو بچه. یعنی یکی از خفن ترین یوتیوبرهای ایرانه که تو کامیونیتی فری فایر به 100,000 تا مشترک رسیده و آرزو موفقیت داریم ان شاءالله همه یوتیوبرهای کامیونیتی فری فایر برسن به 100,000 تا و الا بیشتر. و عشقای من دمتون گرم که تا اینجا ویدیو ما همراه بودید. اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما چنل رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید. عشقای من تا ویدیو بعدی خداحافظ.